من مانع کارهای تیکین بیادر نمیشم. بدلش هرچی که باشه میپردازم. تو نباید های تکینه به ضد خود بسازی پدر. زیاد احمق است. حالش میکنم بچه، مشکل نساز. اونا رو به ما بان پدر. نمیشه بچه، نمیشه که ما چشم پوشی کنم و شما را از بین ببره. یک قسم نکو پدر. به خاطر من هم خودت هم ودت یا کلی چیز دیگره به خطر ننداز پدر. لطفاً. چی میشه؟ گفتم نمیشه. پدر، نفرهای تکین بیادر آمده. داخل بیارش. ای تکین بیادر سلام رسان. و علیکم سلام. گفت تو بچه الا گشته تا به من تسلیم کن. اگر نه اولاد اصلیش ازش میگیرم. الا گشت یعنی منظورش از کی است؟ دیگه کی باشه؟ آهایی رو میگم. ای از بچه اسلیم کده برم با ارزشتر اسلو ده. متوجه گپت باش. نباید این کارو میکردی پدر. نباید میکردی. حالا کلشان در کوی جای تو را میپارن. نفرایشان هم زیاد است. در هر سمت، در هر منطقه میلیونا نفر داره. پیلوت بچه، یک پایتا نشنیده میگیرم. تو بچه مستی. کسی که بخواه جان بچه ما بگیره سرش خودم از تنش جدا میکنم. شیر مرد ما. بچه های شیر ما ببینین، شما از مادر جدا، از پدر جدا بیادر هستی. خوش کده باشین از یکی دیگه تان روی نگردانی. هیچ وقت نی. هیچ وقت. اگر شما دست به دست هم بتین هیچ کس در شما کاری کده نمیتونه. هرچی میشه شوه شما پشت یکی دیگه تان چا نکردی. این وصیت ما به شماست. شیر بچه های ما، بچه های شجاع ما. من فراموش نکردم بدت. من وصیت ارنیکو را هیچ وقت فراموش نمی کنم. ما فراموش نکردیم پیلوت. جدا فراموش کرده میتونم. از مادر جدا، از پدر جدا، اما ما بیادر هستیم. ما به خاطر 2000 بار میمورم بچه. اینجا بیاد لوده. هرچی میشه شما. اگه ما پشت هم دیگه چا بکنیم باز قلب ما از کار بفته. قلب ما از کار بفته. ده اونجا بشینی.
بشینی. فقط یک رستوران 5 ستاره نمره اول هستیم. تو چه خواهردی قسم جارا زیاد بلد است. خوب شد که آمدیم. آی ببین چقدر مقبول است. هوام خوب است. احتیاط کجا نخواهر. خوب استی جانم؟ خوب هستم خواهر جان، من خوب هستم. اینجا بسیار یک جای مقبول است نه؟ همونطور است. دکتر او آدم در اینجا چی میکنه؟ آی ما چی بفهمم جانم؟ شرم هست افتام ما خو گپ زدیم. خواهر جان با بردن ما آمده. برای شادراست روان کرده بودم. چی؟ چرا؟ های خواهر، ما به تو یک خبر خوب میدادم نه؟ اما فرصتش نشد دیگه. چی میگی سینان؟ خبر چی ها؟ گفتم 2 دقیقه فکرم آرام شد. ببین چی شد؟ خواهر ما تو خونه میمونی که آدم گپ خود بزنه. سعیس چوب باش سینان، چوب باش. این موبایل دیگه از کجا شد؟ کی را به تو خریده؟ آقای گار برام خریده. چی؟ سلام خانم. سینان چی گپاس شیره؟ چطور شد؟ خوب هستم بیادر، خوش آمدین. خوش باشی. خب چی میگفتین؟ در اصل هنوز چیز نگفته بودیم. یعنی منتظر ما بودین. خیلی بسیار با نزاکت هستین. خدای خودت برم صبر بده. گارسون بیادر یک دفعه اینجا بیا. بفرما بیادر، خوش آمدی. خوش باشی. میشه این میز خوب سعی پر کنی ها؟ البته، چرا نه آقا. زنده باشی. اول شکم سینان را سیر کنیم، بعدش راسن به جهت یابی میریم. او دیگه چی از بیادر؟ گفته بودم نه امشب با شرکت به شکل دوره آزمایشی میایی. آیسته آیسته کلی چیز یاد میگیری. طبعا یا میانش بود. یک دقیقه این کار چی است؟ تو خبر نداری؟ سینان در شرکت ما شروع به کار میکنه. بخیر. چی؟ های خواهر، ما میخواستم امیره برات بگویم، نماندی که گپ بزنم. اول موبایل بعدش کار، همونطور است. اما بسیار یک خبر خوش است نه؟ عجیب به من رویه داد. با لالاگه که تبریک نمیگی؟ بیبی زیاد درد میکنه خواهر. یک بار خود بیادرت ببوس نه؟ برای بیادرک تبریکی بده. زیاد درد. بیا جانم. بسیار تشکر. خواهش میکنم نوشه. بسیار تشکر. بیخی پوندیدم واقعا زیاد خوردم. این قسم نفس گرفتن نمیتونم. سودا بخورم چطور؟ یا نه نمیخورم، کمی قدم میزنم چون زیاد خوردیم. اما تو نیست سینان جان، تو هم بخی به مکو حالا دیگه با هم یک جای قدم بزنیم. حالا بخیز بیا دیگه، با تو هم زیاد فایده داره. حالا بیا جانم. پوندیدیم چی کنم؟ حالا بیا ما پس میاییم. سفدا این قسم نکو، با ما یک چانس بده لطفا. نه، همه از ما، همه از خانوادیم دور باش. تو مرا غلط درک کردی. ما فقط من حیث یک دوستت، من حیث یک دوست خانوادگیت میخوایم در کنارت باشم، یعنی در کنار شما. دیگه به کدام شکلهای مختلف را رد کردم میتونم؟ عجیب است. با یک زبانم رد گپ نزدیم کورم بالاخره گپ خود زدم. درست است.
اما ببین از اینکه سینان همراهیم کار میکنم مانش نمیشی. ببین چطور بیچاره خوش شد. بانک کمی پول به دست بیاره و مسئولیتش زیاد شده. خدا راحت احساس میکنه. دیگه ای که اجازه ندیم در وضعیت بد داخل شوه. وقتی قلاق آدمای خوبه میگیری دلوت میشم. در این موضوع کمک دهید نمیخوایم. سیفدا به نظرم کمی زیاده روی میکنی. بله سعیس باز یک بار میبینیم. بسیار تشکر. کجا میری؟ با تو چی؟ یعنی اگر میخوای که من تو را برسانم. ضرور نیست. هم دیگه میرم سینا. کجا میری خواهر؟ هم بعداً باز براتون زنگ میزنم. کجا میری؟ خواهر کجا میری؟ باز میبینیم. نوش جانتان. بگی تو هم بگی. نوش جان شما. بگی تو هم بگی. سیفدا خواهر خوش آمدین. ملا صاحب در دکان است. ایره به علی داده میتونی؟ خودت چرا برش نمیتی؟ خب من میخوایم که تو برش بیتی. خفاسته؟ جیگرخون نباش سیفدا خواهر. انسان کسی را که دوست می داشته باشه از او خفه میشه. علی چطور است؟ خوب است؟ 1,000,000% خوب است. مریضم نیست. خدا را شکر که نیست. گریان نکو سیفدا خواهر. بیبی امرای ما به ای پرندان نان بته ها؟ خدا داد. زیاد متوجه علی باش. درست است از پیش او هیچ وقت دور نشو. هم به او بگو که برای تخم و ساسج پخته کنه چون زیاد مزه‌دار تیار میکنه. سیفدا خواهر رفت. چی شده؟ چرا گریان میکنی؟ نه که علی جواب داد. هیچ کس به من کدام جوابی نداده. من خودم جدا شدم. اگه به دل خود علی باشه او از بسیار وقت است که روزیست. چطور شد؟ خیالاتت سرت زیاد شیرینی کرد اما تو نیست؟ برات گفته بودم که فکر علی را مخشوش نکن. تو چرا تا حالا نتونستی فکر علی را مخشوش بسازی ها؟ نفهمیدم. چیشو نفهمیدی؟ همیشه در 4 طرف علی هستی. برش نان تیار کرده دائم میبری و میاری. اگه اجازه بده باز حتی از خانه‌اش بیرون نمیشی. با وجود تمام اینا هنوز نتونستی نظر علی را به خود جلب کنی. به خاطر چی؟ به خاطر که من مثل تو تمثیل کردن یاد ندارم. فریب نمیتم. ها یعنی اون نان آوردن تو فقط از روی انسانیت است. خوب است به خدا. جدا شدن. ملا صاحب قربان چم ملا صاحب. خدا داد. سیفدا خواهر ازم خواست گیره به شما بتون ملا صاحب.
قسمت از قرضم در بینش است. باقی ماندهشان به زودترین فرصت میتو. به خاطر کل چیز بسیار زیاد تشکر. لطفاً متوجه خودت باش. سفدا. چیز بد خو نیست نه ملا صاحب. سفدا آخر بسیار زیاد گریان کرد. گفتی سفدا گریان کرد؟ گریان کرد. ما هم گریان کردم. گفت زیاد متوجه علی باشی. گفت برش بگو که به تو تخم و ساسج پخته کنه، زیاد مزه‌دار پخته میکنه. تو سفدا را در کجا دیدی خدا داد؟ در پارک خودم آمده بود ملا صاحب، در پارک بود. خانم توکشه، سفدا را دیدین؟ نه ندیدیم. اما گفتن که اینجا آمده بود. ای به ایمان است که بیشتر از کار اجازه گرفتن نتانسته پس رفته. منظورتان از کار؟ سفدا کار میکنه. در شرکت آقای کار به کار شروع کرده. اما من به شما گفته بودم که سفدا را راحت بانید. فکر میکنم نمیخواین که آزاد باشه و کار کنه. گفتین در شرکت توی کار؟ این امکان نداره. شرکت آرام. اگر باورتان نمیه خودتان رفته ببینید. ما از اونجا آمدم. به نظر من خود خسته نسازین. درست است؟ فکر سفدا را گد و بد کردین. اما حال دیگه همه چیز به سفدا زیاد واضح است. انتخاب خود کرد. آقایگار کار خلاص است. میایه. خوبش. بان که بیایه. دویگو دخترم 1 ساعت است که صدا میکنم. اسره که نسبت به تو دارم بیشتر از این پت کده نمیتونم. تو را همو صبح روزید که در منطقه دیده بودم خوشم آمدی. به خاطر که به خواستای تو احترام گذاشته باشم همیشه در یک کنار از زندگی تو قرار گرفتم. تو را از همو وقت دوست دارم. منتظرت هستم. ایره خو نوشته کردم اما از تو انتظار ندارم. مادر اینجا چی میکنی؟ بتیره تو هنوزم در 4 طرف او آدم میگردی دخترم. مادر زود امیاله از اتاقم برای. اگه تو متوجه غرور خود نیستی باز من خوب میفهمم که چی کنم. مادر تو چی میگی ها؟ میگم که رفته همه چیزا به او آدم میگم. در مقابل دیده برات بگویه که تو را دوست نداره. شاید که وقت باز بفهمی. مادر اگه ای قسمی یک کار بکنی دیگه هیچ وقت روی من نخواد دیدی. چی گپ است میرال؟ تا
امروز که در هیچ چیز دخالت نکردی بعد از یم در هیچ چیز دخالت نکرد فهمیدی؟ مادر؟ دویگو دخترم چی گپ است؟ چی وضعیت است؟ پدر چی؟ مانی رفتن مادرم شو. حالا دیگه همگی خدا کور بندازه. کسی که چیز را دید بار دیگه در زندگی هیچ چیز را دیده نخواهد نیست. چی گپ است بیادر؟ حاله با تو فقط یک چیز میگم، تالات به او خاطر خوب بشنو. با دوستت بگو چیزی را که در دستش است پایین بندازم. جهانگیر شنیدی خوب، بنداز. او آدم بنداز. آفرین، به آخر را رسیدیم تالات. حاله یا به من میگی که ارنیکو را کی کشته یا هم من تو را اینم اینجا از بین میبرم. گفته نمیتونم پیلوت، مرا زنده نمیمانن. نیکی از دست من تو زنده میبرایی لعنتی احمق. تا 3 حساب میکنم، هوشیار باش. اگه گفتی خود سعیست 1 2 3. صبر درست است، میگم درست است. میگم بی پیلوت، چیزی را که نباید بگوی میگم، اما پشت ای کار علاقو به خیرت از پیلوت. تو درباره ما فکر نکو احمق بیشور. صبر میگم. تو اولتر از همه درباره خود فکر کو. بگو. صبر درست است میگم. حالی اوروغلو کاری او بود، اما او را چیز کده نمیتونی. قدرتی او بسیار زیاد است. تو میخوایی امروی مرش خندی کنی پست بیوجدان؟ یک آدم به تنهایی خود او ارنیکوی بزرگه با او قدر افرادش از بین برده میتونه. به تنهایی خود کد برات قسم میخورم. علی هروغلا کی است بچه؟ ای علی هروغلو کی است؟ بگو. در وقت دولت کار میکرد،
اما حال این کارا را علاقه ده بسیار گوشه گیر شده. شنودیم پابندی مسائل دینی شده. حتی او را ملا صدا میکنن. عزیزیات خبر ندارم. علی روغلو او آدم کدام آدم عادی نیست پیلوت. بسیار خطرناک است و قدر وحشتناک است. اگر اسلام بکشی طرفت می آید. حتی در تاریکی هم دیده میتونه. قسم میخورم که کوشش کردم مانع او شوم. حتی سرش فیران کردم اما او را چیزی نشد. چی شد بچم؟ ترسیدی نه که؟ او آدم کی است؟ او آدم در تاریکی حمله کرد. او آدم در تاریکی سر ما حمله کرد. مثل شاپرک چرمی است. ما فکر کردیم که ملالی امام مسجد است. نه که نه. چی گپ است؟ او آدم در شوام شاپرک چرمی واری دیده میتونه. اما در روز روشن یک نفر اینقدر آدم چطور به آن رسانده میتونه؟ ویدت چی جریان داره بچه؟ حتما چراغ ترافیک. چی شد؟ نمانن که فرار کنه. ویدت چی گپ است؟ مولا ها؟ مولا علی. علی اور اخلو. مولا علی. مولا علی. دروازه رو باز کنه. مولا علی تو دیگه مردی لعنتی. محافظین مولا علی. خانم سیفدا آماده هستین که شروع کنیم؟
آفرین سفدا جان، آفرین. عالی بود. تبریک باشه سفدا، بسیار زیاد تبریک باشه. آفرین به تو. اما به خاطر تو من به خانه او ایگار کسی پیش نرفتم علی. بیاد و حتی تحمل ندارم چهره او را ببینم. دوستا این لحظه را هیچ وقت فراموش نکنید. بعد از سالا خود گفتن که ما هم در اینجا بودا. ای که همراه سفدا علمیزه اول شما معرفی شده بودین و همگی خود گفتین. ما هم کم از کم به اندازه شما هیجانی است. آفرین. علی لطفاً یک بار گپ من گوش کن. علی لطفاً استاد شد 2 دقیقه با هم گپ بزنیم. چون اینجا آمدی علی؟ یعنی کسی که اینجا باید نمی بود او ما بودم. اما ترس علی لطفاً قسم نکن. ای که اویگار در اونجا بود من واقعا نمیفهمیدم. از هر جایی که خبر شده دیگه به خاطر تبریکی آمده بود. روانی است دیگه. او قسم در بین کلگی نمیتونستم عکس العمل نشان بدم. واقعا بسیار در وضعیت سخت بودم علی. سفدا ما برات نگفته بودم که هیچ وقت برام دروغ نگویی. اما من خب برات دروغ نمیگم. قسم میخورم من هیچ نمیفهمیدم کو آدم میخواد اینجا بیایه. بدونی که به شرمی قسمم میخوری. به ما گفته بودی که دیگه حتی نمیخوایم چهره و آدم کثیفه ببینم. خب گفتم بیازو همونطور است. دو صورت خیشرا در شرکتش کار میکنی سفدا. این چی ربطی داره؟ این شرکت خو از اویگار نیست علی. برات خو گفتم از کدام جای خبر شده خیسته آمده.
بیبی سیفدا مجبور نیستی که دی باره به من توضیح بدی. دروغ نگو بس است. علی تو چی گفته میری؟ دروغ چی؟ من چرا باید امروز توی قسم یک کار کنم؟ نمیفهمم سیفدا. ای که چرا همراه می قسم میکنی واقعا نمیفهمم. شاید امکان داره که تو کلمه حسادت میکنی. یعنی ما را او قسم دیده چون این حالتت کدام توضیح دیگه داشته نمیتونه. همون تو نیست. آماده بودم که پول پس برات بدم. من پولو بیشرفه نمیخوایم. ای دیگه چی مانا میته؟ حالا دیگه ایره بگی. ای پول از اویگار نیست علی. من ایره خودم به دست آوردی و فقط خواستم قرضی را که از تو گرفته بودم به تو. من وقتی او پول از تو گرفته بودم برات گفتم که به عنوان قرض ازت میگیرم. بسیار زیاد تشکر. بسیار زیاد. اما من قرضتم میپردازم. یعنی قرضم قرض است. بسیار خوب درست است. علی چرا نمیخوایی گپ درک کنی؟ باور کن که این شرکت از اویگار نیست. ما با تو دروغ نگفتیم فهمیدی؟ سینان بچیم حالا دیگه چرا دیر کردین؟ درست است بیادر جان اینه درستیم. خوبش حالا عجله کنین. ضرورت است که کل این خانم چیده؟ لطفاً همراه اونا تنظیم. درست است. این شرکت اویگار سارکایا خریده چطور؟ راستش خانم سیفدامه درست نمیفهمم، یعنی مطمئن نیستم. او حال کجاست؟ فکر کنم در اتاق خود است. اویگار این شرکت تو خریدی یا نی؟ بله سیفدا بیبی بله اما چطور یعنی؟ تو دیگه کی هستی ها؟ تو کی هستی که دست زدگی به کده میری؟ دست زدگی ما چرا این قسم مداخله میکنی اویگار؟ آرام باش سیفدا آرام باش. گپ مرا خب بشنو سیفدا. هوش کنی. تو فکر میکنی همراه هر کس هر کاری کده میتونی چطور؟ چرا؟ چون فکر میکنی پول زیاد داری همون ترست چون اویگار سارکایا هستی؟ اما همراه من این کار کده نمیتونی. وقتی که من اینجا رو میخریدم هیچ نمیفهمیدم که تو در اینجا کار میکنی. هر روز ما این کارا میکنیم. گفتم نه که هر روز ما این کارا میکنیم. با این دیگه در استانبول با این کلانی فقط به خاطر سرمایه گذاری همین شرکت پیدا کردی چطور؟ چی یک تصادفی به خدا؟ این گپ تصادف نیست. اون مردم ورشکست میشدن. اینجا جای خوب برای کار بود ما هم گرفتمش دیگه. درست است اگه باور نمیکنی باز تمام اوراق برات میارم. تمامش دانه دانه ببین. ما فقط یک سند میخوایم او هم قرارداد ختم است. فورا کارش به اینجا بیار کارش پاره میکنم. ما آمدیم. دست خالی هم نامدیم. فهمیده میشه که سیفدا پیش از آمدن ما محفله شروع کرده. خب اینجا چی گپ است؟ نیه که شما میفهمیدین این شرکت اویگار خریده چطور؟ در پشت سر من شما این قسم گلا را به او میتی؟ نه خواهری گپ دیگه چی مانا؟ بیادر برام گفت که مسئول آژانس میشی بخیر باز. ای که این جاسوس ما نمیفهمیدیم و البته که با کارم نیاز داشتم. نه خواهر. آی من صبح خبر شدم قسم میخورم که میخواستم برات بگویم. سیفدا لازم نیست که سر اونا قار شوی. ما متخواستم که تو را متعجب بسازن. فکر کرده بودم همراه کسایی که دوستشان داری کار کنی. دان توسکو به خاطر تمام چیزا واقعا چی فکر کرده بودی؟ فکر کرده بودم که یک جای تجلیل میکنیم. اما بعد از این تصمیمی که تو گرفتی هیچ فایده ای نداره. بفهم دختر. خواهر جان
بیادر خود قصدن از شما پت نکرد، میخواست شما را متعجب کنه. درست است سینان، درست است. با آن غرضش نگی. خواهرت حق با جانب است. اگر میفهمیدم که سیف دادایی شرکت کار میکنه، عمود قصد گرفتنش منصرف میشدم. من روی مرده ها گپ نمیزنم بچه. قسمت بعدی نام او دیگر تالات نیست. با تالات بدیل کارش نشان بده. هرچی که شما امر کنین. نگه کدام سند دیدین؟ کلش دروغ است. شما چطوری گپ تا حالا نفهمیدین؟ خواهر جان و آدم چرا باید دروغ بگه؟ با ما گفته بود که سر شرکت سرمایه گذاری میکنن.